سال 1404 سال مار. امسال سال عشاق و تازه بالغ هاست. امسال سال عقلا و سیاستمداران و دیپلماسی است. سالی است که هر نوع مصالحه و سازشی ممکن به نظر می رسد. اگر فرزند شما در یک روز گرم و آفتابی تابستان به دنیا بیاید، مسلماً سرنوشت بهتری در انتظار اوست. سال مار برای متولدین موش. از نظر شغلی سال خوبی برای شما نیست. بهتر است از فرصت استفاده کرده و کتابی بنویسید. اگر کوشش کنید مسلماً موفق خواهید شد. چون امسال برای کلیه افرادی که اهل تفکر و قلم هستند سال خوبی است. برای متولدین سال گاو، شما باید مواظب گرفتاری‌های بیشمار در خانه و در بین افراد خانواده باشید. اوقات تلخی و عصبانیت کارها را درست نمی‌کند. یادتان باشد هرگز امسال ازدواج نکنید. برای متولدین سال ببر، امسال را بهتر از صرف سفر و اکتشاف و تحقیق کنید. شهرهای باستانی را از زیر خاک بیرون بکشید یا یک قبیله ابتدایی کشف کنید. به هر حال از تنبلی حذر کنید. برای متولدین سال گربه، از فرصت استفاده کنید. فلسفه بافی کنید و زمینه‌های جدید فکری را بیازمایید و اگر هم دوست دارید بنویسید. سعی کنید درام‌های خانوادگی را از حوزه خانه‌تان دور نگه دارید. برای متولدین سال اژدها، بهترین موفقیت در انتظار شماست. مارهای روشنبین و عاقل امسال را از هر جهت زیر نظر دارند و نخواهند گذاشت به شما بد بگذرد. شما هم می توانید از فرصت استفاده کرده بدرخشید و شاد باشید. برای متولدین سال مار، امسال سال شماست. هر کاری را می توانید بدون نگرانی و خطر به انجام برسانید. اگر هم دلتان بخواهد می توانید درگیر مسائل عشقی شوید. برای متولدین اسب، باز یک بار دیگر همه چیز فدای عشق و این بزرگترین اشتباه شماست. یادتان باشد که عشقهای سال مار معمولاً کوتاه مدت خواهد بود. برای متولدین سال بز، کارهای جالب و لذت بخشی برای شما پیش خواهد آمد که از انجام آنها راضی خواهید بود. البته مردم هم پشت سر شما غیبت خواهند کرد. برای متولدین سال میمون، موجود مفیدی مثل شما مسلماً جای مناسبی برای خود پیدا خواهد کرد. در حقیقت امسال فرصت‌های کم نظیری در انتظار شماست. برای متولدین سال خروس، اگرچه که شما از هر جهت با موفقیت روبرو خواهید بود، ولی ممکن است گرفتاری‌هایی در محیط خانه پیدا کنید که البته بدون اشکال قادر به حل آنها خواهید بود. برای متولدین سال سگ، امسال سال متفکرین، فیلسوف‌ها و کاشفین است و شما نیز طبیعتاً جزو این گروه هستید. به هر حال به هیچ وجه بدبخت نخواهید بود. برای متولدین سال خوک، همانقدر که در کار بخت یار شماست، در مسائل عشقی با ناامیدی مواجه خواهید شد. متاسفانه سال مار برای خوک عدم موفقیت‌های عشقی به ارمغان خواهد آورد.